در اون لحظه ای که شما در عروسی در حال قر دادن و پیک زدن و دستمال چرخوندن هستی، یعنی همون لحظه ای که یکی میاد دستت رو میگیره و میبردت وسط میدون که یک قری هم تو بدی، و باز همون لحظه ای که موقعی رقصیدن دست و پات رو گم میکنی. آره عزیزم، توی همون لحظه یکی هست توی آشپزخونه که داره برات شام درست میکنه. گفتت بشه اگه بگی نو دل دوست ندارم، چون با این حرفت نه فقط قلب خودش که قلب دستیارش رو هم میشکنی. لابد الان میخوای بگی دستیارش کجاست؟ یک ذره صبر کن. آهان، این هم دستیار شکست قلبش. اینا رو گفتم که وقتی لایک میکنی یادت باشه بفرستی مال اونی که فکر میکنه چیزی سر جای خودش نیست تو این دنیا.